اصل 26. این احتیاجی به این نیست که دو دفعه بخواد در گروه مطرح بشه. این فقط به مناسبت اینه که دوستان ما نمیان. ما 56 نفریم الان در اینجا. 8 تا اگر رأی مخالف یا ممتنع بده تکلیف ما اینجا رو 10 نفر 12 نفر الان غایب هستن. اگر در غایبه میخواد رأی نده. ما مطرح کنیم مطمئنا رأی میده. اون که غایبه میخواد رأی مخالف نده. بله. رفته قربون. به طور کلی دوستان بار دیگه اعلام میشه که هر یک از دوستان که جلسه را ترک میکنن نمیان، باید احساس مسئولیت کنند در برابر ملت و خداوند و وقتی که اینجا صرف میشه و بحث میشه کاملا صحیحه. یک اصلی که الان 45 موافق داره، به طور طبیعی اگر به جای 56 نفر 66 نفر بودن، به طور طبیعی این اقلن 48 50 رأی موافق می آورد. ضامن قرار بدین تا به حال نشد. پس یه ضامن دیگه قرار بدید بلکه انشالله انجام بدید. اون هم گفته بود که یک شاهدی بیار که آقا بشناسن. خوب. خود میرن اصل آقا بفرمایید. اصل بعدی هم آقا میشه هم مثل هم. بله آقا این خیلی ساده است. بفرمایید آقا. اصل 26. اصل 26. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. این بحثی دربارش هست؟ شما بحثی دارید آقای رحمانی؟ توضیح نه، میخوام اگر توضیح که اگر بحثی بود توضیح بدید. پس بحثی نیست. اون جای دیگه است آقا. ما آزادی بیان در آینده میاد. بنابراین حالا که بحثی نیست این رو به رأی میگذاریم. لطفاً گلدان رو برای رأی گیری ببرید. آقا اجازه بفرمایید. لطفاً آرا رو آماده کنید. اجازه بفرمایید پس از اعلام رأی نه عرض میکنم معمولا در موقع اخذ رأی صحبت نباشه، بعد از اخذ رأی بسیار. پس از اعلام رأی در خدمتتون هستیم. مخالفی چی نداره. 51 چیز 51 نیست. توجه بفرمایید. نتیجه آرا آقای کریمی، نتیجه آرا درباره اصل 26 عده حاضر 53 نفر، شماره آرا 53، موافق 51، مخالف هیچ، ممتنع 2. تصویب شد. آقای مدنی بفرمایید. توجه بفرمایید که غالب این اصل ها که به حد تصویب نمیرسد از جهت غیبت دوستان است. بنابراین اوقاتمون ضایع می‌شود. بنده عقیده این است به امام مراجعه کنند، فکری کنند، یا تعهدی بگیرند یا ترتیبی بدهند، الزامی بفرمون
که آقایان مادامی که دولت درشون غایب نشوند و یا اجازه بدن ماها بریم تو سراغ کارو. متشکر است. کیفیت اوقات اینها ضایع میشن. آقا ما که اگر مرتب سوم عده موجودی اجازه بفرمایید آقا. اصل 27 بسیار. پنجشنبه اینجوری چون الان منعکس میشه که هر روز اینجوریست. آقا ملت ایران بر هیچ یک از ما راجع به غیبت صبح یا عصر، شنبه یا پنجشنبه حق دارد نبخشاید. قرار بود حتی جمعه ها این جلسه دایر باشه و ما به هیچ عنوان نمیتونیم. یکی از برادران اجازه گرفتن، البته اجازه که یعنی نظر خواستن برای یک مسافرتی بروند. بهشون عرض شد که شما که میرید برای شرکت در یک سمینار، اگر در یک نوبت یک رأی کم بیاریم و شما نباشید، این نمیتونه مطابق باشه نقش شرکتتون در سمینار با اون کمبود یک رأی و الان ما میبینیم نتیجه اینها رو. بعدم قرار بود حد اکثر برای 7 روز تشریف برن، حالا نزدیک به 12 روز در جلسه حاضر نیستن. اینها من نمیدونم چگونه باید ما جواب بدیم به مردممون. به هر حال ما متعهدیم هر کار دیگری رو داریم در خارج از ساعات جلسه انجام بدیم و در این ساعات از اول وقت تا آخر وقت حاضر باشیم. بعضی از دوستان تشریف میارن وسط جلسه میرن، بعضی از دوستان یه قدری اول دیر میان یه قدری آخر. خب جلسه باید از اول تا آخر باشه و کار بکنه تا کار جلو بره. اصل 27 دکتر غفوری که نیستن و مرحوم طالقانی این دوتا رو از چیز کم کنیم. کم کردن. در 48 تا در 48 تا کم. بله 48 کم کنیم. بله. برادرمون آقای دکتر روحانی اصراری بود که پست معاونت وزارت کشور را داشته باشن. ایشون موکول کردن به بعد از این جلسه طبق وظیفه‌شون. متشکر هستیم.